آقا سلام، لامطابی کسکش اومد. خب ببخشید کسکش، حالا میگه چرا میگه کش. تیپو داری؟ حال کنید تیپو. داداشیرم پیاده کردمش، انقدر با هم حال کردیم. بهش گفتم تا روزی که تو این شهر زندگی بکنم هر هفته میرم آرایشگاه. اگرم با هم نرفتیم اینجا با اینا صحبت کردم، گفتم آقا کله اینا مجانی بزنین. بعد اینجا 10 تا آرایشگر بودن، گفتن آقا کسی خاصی؟ گفتم نه، هر کدوم خواستیم بزنین به شما $50 میدم. آقا $20. بعد این تو خیابون وای میسه عرق میکنه، یه ذره مثلا بوی خوبی نمیده، نمیخوام این موقع آرایشگرا کسبازی در بیارن. گفتم آقا پول 2 تا کله رو بهتون میدم. اینا منقدر آدمای خوبی بودن، گفتم نه آقا اصلا یه بار تو بده یه بار ما خودمون میزنیم. گفتم نه آقا گاییدیم منو دیگه، خارکوس سر صبح ول کن کسکش بزن بره دیگه بابا. صبح حالم خیلی خراب بود، بیدار شدم دیشب تا صبح حاجی بکن بود، خارشو گاییدم حاجی. نمیتونم ول کنم، این سکس اصلا گرفتاری شده برای من. حالا باید خارکوس سکس رو ترک کنم، همین روزا پیامبر بشه پسر قدیر. اینا رو راه کن. همه ملت بیخ شدن حاجی. 2 روز دنیا سال کن بره بابا. فینیتو کوسیتو حرف سنگینیه، شما گوش نمیکنید. میگه فینیتو کوسیتو، یعنی بذار همراه با رود کس بره بچه‌ها. اینقدر مرد منو دوست داره، بغل من نشسته بود رپ میخوند فلان. 1.5 ساعت با هم بودیم دیگه. تو آرایشگاه بعد دیدم یارو داره فیلم میگیره، من این داریم سوار ماشین میشیم. بچه افغانستان بود، پسر بچه. آخ این عروسک رو نگاه کن، وای جگوار 985. دیدی اینا تیپ مرده رو دمت گممون بنازم. اینایی که هستن ماشین بلدن. این جگوار 985 که دیگه 985. اون شولت کوربزه، آره اون 65 که دیگه 65 هم بلد هستن همه چی رو. پسر بچه افغانستان بود، بچه خیلی خوبیه. دلیلی که آرایشگر دیگه خونه نمیگم بیاد، موخوره میریزه، خارکوسه پاک نمیشه، بدم میاد موک تو خونه بریزه. پسر بچه افغانستان. خب من افغانی هم رفیق زیاد دارم دیگه، همین توی اینستاگرام عقابای کله سفید. دیدم داره فیلم میگیره که من این داره میریم. برگشتم گفتم داداش این فیلمو نذاری ها. گفت نه داداش میخوام اینو نگه دارم که تو چقدر آقایی. گفتم داداشی چیه؟ گفتم من کاری نکردم امروز که، یه بنده خدایی رو داشتم میرفتم آرایشگاه، یهو فازش گرفتم. این کارو همه میتونم بکنم. امروز برای من داداش $50 هم خرج بر نداشت. پیادش کردم آقا، اون گریه من گریه، اون گریه من گریه، تمام چش من اشک خارکوسته. اینا بذار بده نشون بدم وایسا. اینا انقدر گریه کردیم دو نفری. به من میگفت که هم که تو منو ماشین سوار کردی، هم تو یه جوری با من برخورد کردی، به من چسبید، و اینکه من موزیکم امروز گوش دادم. بهش گفتم ببین برای تو یه دونه واکمندم میخرم، اینقدر گوشی موشی به اینا بدی، اینا میدوزن دست اینا، پیرمرد دیگه. واکمن بود قدیم، واکمن سیم داشت. گفتم یه واکمن برات همین آهنگا رو میریزم توش. الان برم آفیس به یکی از بچهای آفیس میرم بره یه دونه واکمن بگیره، یه سری آهنگ ماهنگارم براش بریزه بیارم بهش بدم. حاجی دلم با همین چیزا خوشه. از بنده های با رفاه خدا خستم برادر، هم میخوام تو همینا باشم. جان قدیر خدا شاهده. یعنی به قرآن رفیقایی که من با من نزدیکن، همین تو همین شهر، همین سلیم، اینا سوال اینا برای خودشون اینجا بلوبیا دارن تو این شهر. اسم اون از سلیمو میگم، اینجا کلاب ملاب داره، همش با کسموساس رو این حساب میگم. من یهو مثلا وسط کسبازی اشغال، مثلا چه میدونم جاستین بیبر مثلا اومده اینجا، همه خونه سلیم بخوان حال بکنن، من یهو فاز میگیرم. همون اولا که نه عکس مکس میگیرم، بعد حاجی باید به یه جایی برسم که خودش من صدا کنه بگی بیا، مثلا بگه آقا تو هم یه عکس میخوای. بعدم میاد این کارای شفت بازی. بعد یهو مثلا خودم از خونه میام بیرون، از وسط اون اشغال میرم مثلا اینجا با همین مستضعفا با اینا قدم میزنم، صحبت با اینا بیشتر آروم میشم. داداش من ته دنیا رو دیدم، هیچ چی تهش نیست. اگر واقعا پولدار شدن ته دنیاست، ای من کیرم تو دهن هرچی پولداره که فکر میکنن همه چی پوله. انسانیت برای من دنیا ارزش داره حاجی.
اینم داداش دروغ چرا بگم به جان اون قدیر، چون میخواستم صبح استوری بگیرم، یعنی این اتفاق اگه ظهر میافتاد امکان نداشت میذاشتم، چون استوری اولم بود میخواستم استوری رو شروع کنم. استوری هم مثل دش کردن سر صبح دیگه، بگیر نگیر داره. اگه انرژیت با اگه استوریت با انرژی باشه، پروردگار انقدر یه کاری میکنه که بنده‌های دیگه‌اش تو ایران شما حرفای خوب به من میزنین، حال من بهتر میشه. انرژی که کیری باشه، ایران هم همه اعصابشون کیریه دیگه. صبح تا غروب هم میدونین فوش خال مادر به من میدیم. حتی به من یک نفر هم فوش نمیده. یارو مثلا میزنه کس ننت، بعد فرداش میبینی قلب میفرسه همون. میبینم دیگه، من نگاه میکنم. عینک داری که عینک کارتیره، اینم داشتم. تو هر ماشین 2-3 تا عینک دارم. نزنی خوار صاحبچه رو بگویی. برو بوم بخورمت خار کس سر صبح، مگه زن عصبی میشه؟ بخور آیسی همه شما رو تک تک خارجون. خلاصه که میگم هر از گاهی اگه کاری از دستت برمیاد یه کاری بکن، ولی انقدر آجی مردم ایران گرفتارن که برادر، انقدر مردم ایران گرفتارن که آجی من الان دارم فکر میکنم من اگه اتفاقی برای من بیفته به جان اون قدیر دروغ نگم 60-70 نفر گرفتار میشن. حتی اونم نقشهشو چیدم، من بمیرم نوشته این ور اون ور زیاد دارم، حالا مگر اینکه حاج آرش کنده بازی در بیاره نوشته ها رو نکنه دیگه. همه چی رو نوشتم، مثلا این ساعت رو بفروشیم پولش برای چی بره، این ماشینای منم داشت همه سند داره، هیچ کدوم بدهکار نیستم. آره فقط روی رویز فکر کنم یه 10-20 هزار دلار بدهکار بودم، اونم میتونم بدم، همینجوری ندادم که قسط بدم خالکوسه، فکر کنم زندم تو آمریکا. آره بعد ملک پلکارم گفتم چیکار کنن اینا، به قدیرم گفتم مایانه پول کمی بدن چون خواهر پول میداد. به اون موقع به قدیر نمیتونیم همینقدر پول بدیم، اون موقع داغدار دیگه، میگه پسر من رفت هر روز باید بیشتر بزنه از دیروز، گفتم پول اونو کمتر بکنم. کار من با این دنیا آقایون تمومه دیگه. حالا احتمال داره تا 80 سالگی اون بکنم، احتمال داره تا فردا شب اون بکنم، خداوند داند که چی میشود. منظورم که سبک بالم، آماده پرواز به هر سمتی هستم، به سمت خوشبختی، به سمت بدبختی، به سمت من نباید یه سری چیزایی رو بچه‌ها بگم. من گفتم من این سرنگ رو دارم نم تزریق میکنم، یه ذره دارم قلب من زیاد صافه، زیاد همه چی رو دارم میگم، یه سری چیزا باید سکرت بمونه، چون من باید با الیانا برم، اینا میان دنبال من همین روزا، باید منو بگیرم ببرن. الان نصف ایران وای پسر قدیر کرک میزنه تبهم زده. جون بخن کسیه. دوست من داره امروز میاد از اروپا، میگه که خودم خوشتیپ کردم، خودم هنسام کردم. جان خان خارکسته یه وری کتف داده بالا نشسته، تمام ازدهام میخن الکی، یه نفر تو خیابون نیست. آقا دیگه دم شما همه گرم دیگه. دارم میرم سر کار، روز شنبه دوباره میگم اینجا کار کسی نمیکنه، میرم سر کار، یه ذره میشینم اونجا، یه صحبتی با بر و بچه میکنم، هوای خیلی خوبیه. دیروز رویز رو بردم شستم، امروز هم میخوام این ماشین رو ببرم. 2000 دلار کسکش خرج این خار مادر کسته شد، گایید منو بابا. باتری عوض کنه، روغن عوض کنه، فلان بکنه دیگه، باید میکردم دیگه آقا، ولش کن، باید میکردم. آقا مثل من برم یه آهنگ گوش کنم. آقا همه شما رو دوست دارم، همین دیگه، خداحافظ.